یک ساکن 31 ساله نویای دنغره را با اتهام لطوکوب بیرحمانه همسر 27 سالش بازداشت کردند. مادر 4 فرزند او 3 روز باز در حالت کام قرار دارد. بنا به اطلاع منابع آگاه پایگاه خبری بامداد، شمس‌الدین رحمانوف سال تولدش 1991 ساکن کوچه گیدر استریت های شهرک دنغره بیگاه 12 نوامبر سال 2022 در حالت مستی با همسرش منیژه دوستی و سال تولدش 1995 مناقشه کرده در جریان جنجال عائلوی همسرش را زیر باران مشت و لغت گرفته است. گفته می شود که شمس‌الدین رحمانوف بعد از مشت و شتوای او به زمین افتادن و از هوش رفتن همسرش هم آرام نگرفته باز با کنده چند ضربه دیگر به سر زن بیچاره زده است. سبب مناقشه بین زن و شوهر معلوم نیست، ولی به گفته همسایه ها احتمال دارد که بدمستی شمس‌الدین رحمانوف سبب جنجال شده باشد. به گفته همسایه ها شمس‌الدین رحمانوف در کار طلا در دره رامیت کار میکرد و درآمد خوب داشت، ولی بسیار می نوشید. در پی آن حادثه منیژه دوستی و را در حالت وزنین به بیمارستان مرکزی نویای دنغره آوردند و طبیبان اینک چند روز باز برای نجات جان این جوانزن مادر 4 فرزند از چنگال مرگ مبارزه میبرند. به گفته طبیبان در نتیجه لطوکوب بیرحمانه شوهر چندین دندان و دست و پایهای منیژه دوستی و شکسته است و از نویای سرش نیز زخمای چنان سخت برداشته است که به گفته یک طبیب از گردن بالا این زن مثل یک مچلکه شده است. منیژه دوستی و امان بیگاه 12 نوامبر در حالت کما یعنی بیهوشی قرار دارد و طبیبان وضع او را همچنان خیلی وزنین ارزیابی میکنند. شمس‌الدین رحمانوف را همان بیگاه بعد لطوکوب همسرش کارمندان میلیسای نویای دنغره با خود بردند. هنوز معلوم نیست که آیا به ضد او پرونده جنایتی کشودند یا نه و اگر کشوده باشند بر اساس کدام ماده کدکس جنایتی. ماده 110 کدش جنایتی تاجیکستان برای قصد رسانیدن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی همچون جزا از 5 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. ماده 117 برای عذاب و عقوبت از جمله عذاب و عقوبت شخصانی از لحاظ مادی از نفر گناهکار وابسته از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. وقتهای آخر در تاجیکستان خبرها درباره لطوکوب و حتی کشتن آدمان نزدیک به ویژه لطوکوب و کشتار همسران از سوی شوهران زیاد به گوش میرسد. بسیاری ها این را از عاقبت‌های عقیده های در جامعه تاجیکستان حاکم و خیلی ریشه دواندن مرد سالاری میشمارند که به زنان و دختران حقوق چندانی را قائل نمی نمایند و آنها را یک عمر در موقع مطیع و فرمانبرداری مردان خانواده نگاه می دارند.